سرخط خبرها. کناره‌گیری ترکیه از تلاش‌ها برای حل اختلافات میان افغانستان و پاکستان. این تصمیم پس از به نتیجه نرسیدن تلاش‌های انقره در این مورد اتخاذ شده است. خواستای پاکستان یک خواستای نادرست، غیر منطقی و غیر علمی است. ادامه تلاش‌های پاکستان برای گفتگو با افغانستان. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که کانال‌های دیپلماتیک با افغانستان فعال است. پاکستان هیچ قصد خصومت با افغانستان ندارد و درخواست ما بسیار ساده است. آغاز کار پروژه 34 مگاواتی برق آفتابی برای پارک صنایع سبز. رئیس شرکت برشنا گفت با آغاز کار این پروژه چالش صنعتکاران برطرف خواهد شد. و خروج امریکا از 66 سازمان بین المللی. از این میان 31 نهاد وابسته به سازمان ملل متحد هستند. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز پنجشنبه 18 جدی 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 جنوری 2026 میلادی. مشروع خبر. رسانه‌های هندی به نقل از منابع خود گزارش دادند که ترکیه تلاش‌های میانجیگری برای حل اختلافات میان افغانستان و پاکستان را متوقف کرده است. این رسانه‌ها نوشتند که این تصمیم ترکیه پس از به نتیجه نرسیدن تلاش‌های دیپلماتیک انقره برای حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد اتخاذ شده است. گزارش از نسترن امیری. ادامه بنبست در گفتگوهای افغانستان و پاکستان مسیر میانجیگری منطقه‌ای را متوقف کرده است. رسانه‌های هندی گزارش دادند که ترکیه پس از ناکامی تلاش‌ها برای نزدیک کردن موازی کابل و اسلام آباد تصمیم گرفته است به نقش خود در میانجیگری میان دو کشور پایان دهد. اخیراً کشور ترکیه تصمیم گرفته که از این میانجیگری انصراف بدهد که البته این میتواند تاثیر منفی بر ادامه گفتگوهای صلح‌آمیز میان افغانستان و پاکستان تاثیر منفی داشته باشد که امیدوار است مقامات پاکستانی به اشتباه خود پی برده سیاست خود در قبال افغانستان را تغییر بدهند. در این گزارش آمده است که عامل اصلی این تصمیم عدم پذیرش خواسته های امنیتی پاکستان از سوی کابل بوده. خواسته هایی که پیشتر امارت اسلامی افغانستان آنها را شرایط نامشروع برای دستیابی به یک توافق صلح گسترده تر خوانده و به طور قاطع رد کرده بود. در این مسئله اتهامات ناموردی است که در این گزارشات اخراج یادآوری شده که گویا کشورها هر دو کشور افغانستان و پاکستان طرحهایی که برای صلح لازم بود به طور کامل نپذیرفتند. البته بدون شک خواستای پاکستان یک خواستای نادرست، غیر منطقی و غیر علمی است که اوضاع منطقوی را به جای از اینکه با ثبات برسانه، ثبات منطقوی را در حالت تشنج منطقوی میکشانه. اما خروج ترکیه از این روند چه پیامدهایی برای روابط افغانستان و پاکستان خواهد گذاشت؟ مذاکرات بین افغانستان و پاکستان فراتر از مذاکره سیاسی هستند، بسیار عمق جدی دارد و مشکلات بیشتر هستند. به این معنی که اگر تمام دروازه های سیاسی و دیپلماتیک بسته می شود، این یک خبر نگران کننده برای هر دو طرف است. پیشتر استانبول ترکیه میزبان دو دوره از مذاکرات میان هیئت‌های امارت اسلامی افغانستان و نمایندگان پاکستان بود. گفتگوهایی که بدون دستیابی به نتیجه مشخص پایان یافت. همچنین در چارچوب تلاش‌های منطقه‌ای گفتگوهای با همکاری قطر و عربستان سعودی نیز برگزار شد، اما این مذاکرات نیز نتوانست اختلافات موجود میان کابل و اسلام آباد را کاهش دهد و همه این مذاکرات بدون نتیجه باقی ماند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که کانال‌های دیپلماتیک این کشور با افغانستان فعال است و تماس‌های میان دو طرف ادامه دارد. طاهر حسین اندرابی بار دیگر گفت که پاکستان انتظار دارد از خاک افغانستان علیه این کشور استفاده نشود. امارت اسلامی همواره گفته است که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. باز هم گزارش از نسترن امیری.
با وجود تنش‌های اخیر در روابط کابل اسلام آباد، پاکستان اعلام کرده که گفتگوهای دیپلماتیک با افغانستان ادامه دارد. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه این کشور در نشست هفتگی خود در اسلام آباد گفت که کشورش در امور داخلی افغانستان مداخله نمی‌کند و نگرانی اصلی پاکستان تهدیدات هراس افغانی است. اندرابی تاکید کرد که برای مقابله با هراس افغانی، پاکستان از افغانستان ضمانت‌های قابل تایید، کتبی و اجرایی آنها را می‌خواهد و هیچ قصد خصومت با کابل ندارد. پاکستان موضع خود را در مورد افغانستان تکرار کرده و اعلام می کند که برای پایان دادن به تروریسم تنها ضمانت‌های قابل تایید، کتبی و محکم و اجرای آنها را از افغانستان می طلبد. پاکستان هیچ قصد خصومت با افغانستان ندارد و درخواست ما بسیار ساده است. اما پیشتر امارت اسلامی بارها حضور گروه‌های هراس افکن در افغانستان را رد کرد و خواسته های پاکستان را نامشروع خوانده بود. امارت اسلامی همچنین اطمینان داده بود که اجازه نمی‌دهد خاک افغانستان علیه هیچ کشور از جمله پاکستان استفاده شود. پاکستان په افغانستان کې یو داسې حکومت نه غواړي چې د هغې په شتون کې امنیت او ثبات وي. نو د همدې هدف لپاره اوس پاکستان په افغانستان باندې مختلف تورونه او اتهامات لګوي ترڅو د افغانستان وضعیت نړۍ ته خراب معرفی کی. همچنین آگاهان به این باورند که اگر دو طرف بر گفتگو، اعتماد سازی و اجرای توافقات تمرکز کنند، امکان بهبود روابط و تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای وجود دارد. اگر هر دو طرف برای اعتماد سازی و اجرای تعهدات عمل کنند، روی حل برای چالش‌ها پیدا میشه و اگر اعتماد سازی نکنند و پاکستانیان نتونن به تعهدات خود عمل کنند، من فکر میکنم که وضعیت بدتر میشه که دامنه اختلافات ممکن حتی به سطح منطقه هم سرایت. گفتنی است که پس از دوره نسبی از آرامش، تنش‌های لفظی مقامات پاکستانی یکی پس از دیگر بار دیگر در برابر افغانستان مطرح شد و این موارد باعث متشنج شدن فضای روابط دو کشور شده است. این تنش‌ها نشان دهنده پیچیدگی و حساسیت روابط کابل اسلام آباد و چالش‌های موجود در مسیر اعتمادسازی و همکاری منطقه‌ای است. کار پروژه بزرگ 34 میگاواتی برق آفتابی برای پارک استنایی سبز کابل آغاز شد. عبدالباری عمر رئیس اجرایی شرکت برشنا گفت که با آغاز کار این پروژه بسیاری از چالش‌های صنعتکاران برطرف خواهد شد و زمینه برای رشد صنعتی بیشتر فراهم می‌گردد. گزارش از اناهیتا اندر. آغاز کار پروژه بزرگ 34 میگاواتی برق آفتابی برای پارک صنایع سبز کابل. در مراسم افتتاح این پروژه عبدالباری عمر رئیس اجرایی شرکت برشنا با اشاره به دستاوردهای این شرکت گفته که 4 سال پیش ضایعات تکنیکی حدود 40% بود که دلیل آن فرسودگی شبکه‌ها بود، اما اکنون این میزان به کمتر از 18% کاهش یافته است. او افزوده که با آغاز کار این پروژه بسیاری از چالش‌های صنعتکاران برطرف خواهد شد و زمینه برای رشد صنعتی بیشتر فراهم می‌گردد. این پیشرفت‌ها و این کارها بدون کدام کمک و تمویل خارجی هست. نه بانک جهانی، نه USAID، نه اتحادیه اروپا و همچنان بانک‌های ADB و امثال هم فی الحال که در اوقات اداره کابل به میلیاردها دلار می آوردن مصرف می‌کردن حالا نیست. همزمان با این محسن امیری رئیس پارک صنایع سبز میگوید که همکنون 120 کارخانه فعال در این پارک فعالیت دارند و پروژه برق خورشیدی کمک بزرگی برای آنها خواهد بود. به گفته او با حل مشکل برق علاوه بر 7000 کارگر فعلی برای هزاران نفر دیگر نیز فرصت شغلی ایجاد می شود. او افزوده که با حمایت مسئولان در 5 سال آینده کشور به خودکفایی خواهد رسید. دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې زیاته بودیجه پکار واچي او زیاته بودیجه نه کار واخلي ځکه یو خو به کور دینه چې څومره ځوانان بیکاره اوسي هغه به په دې فابریکو کې غټ فابریکې چې جوړې شي په دې کې به کار وکوي هغه به بیکارۍ نه خلاص اوسېږي هغې ژوند به ښه شي د ولس ژوند به ورسره ښه شي او دویمه دا ده چې زموږ صادرات به ورسره لوړ شي. با این حال نورالحق انور رئیس اداره امور در این برنامه گفته که امارت اسلامی جلوه واردات صدها نوع مواد مخدر به جز کوکنار را گرفته و خدمات لازم را برای بازگشت مهاجرین فراهم کرده است. او افزوده که ریشه های نفرت و تفرقه از بین رفته و اکنون به تمام اقوام کشور به گونه عادلانه خدمات ارائه می شود. کوکنار رو د کرن علاوه د 280 رقم نشئی توکي دلته واردېدل او دلته استفاده کېدل او دلته تجارتونه کېدل اسلامي امارت ته درکړه چې دا تباهي ده. دا د منګه د خلک بل طرف ته بیایي د منګه مکلفیت ده که څوک را سره کومک کوي کني کوي چې څونه وسو توان لرو د دې مخنیوي لپاره باید په کار واچو.
گفتنی است که با آغاز کار این پروژه برای 500 تن به گونه مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد و در مدت 18 ماه تکمیل خواهد گردید. و در ادامه هم چند خبر کوتاه جهان. وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور دستور خروج امریکا از 66 سازمان بین المللی را صادر کرده است. در یک بیانیه این وزارت آمده که نهادها پرهزینه، ناکارآمد، غیر ضروری و مغایر با منافع امریکا ارزیابی شده‌اند و واشنگتن دیگر منابع مالی و دیپلماتیک خود را صرف نهادهایی نخواهد کرد که به گفته دولت ترامپ تهدیدی برای حاکمیت، آزادی‌ها و رفاه عمومی امریکا محسوب می‌شوند. بر اساس گزارش‌ها 31 مورد از این 66 نهاد وابسته به سازمان ملل متحد هستند و بسیاری از آنها در زمینه تغییرات اقلیمی، صلح و دموکراسی فعالیت دارند. در ادامه هشدارها نسبت به فاجعه انسانی در غزه، اتحادیه اروپا با نگرانی از این وضعیت از اسرائیل خواست محدودیت‌ها علیه سازمان‌های بین المللی در غزه را متوقف کند. این اتحادیه با صدور بیانیه‌ای از اسرائیل خواست تا قانون ثبت سازمان‌های بین المللی غیر دولتی را اصلاح کند، زیرا این قانون مانع از فعالیت‌های بشردوستانه این سازمان‌ها در غزه می‌شود. بر اساس این بیانیه، خروج سازمان‌ها منجر به توقف ارائه کمک‌های اساسی مانند غذا، دارو، آب و سرپناه به مردم غزه خواهد شد. وزیر امور داخلی ونزوئلا اعلام کرده است که در حمله نظامی امریکا برای بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور دست کم 100 تن کشته شدند. رویترز گزارش داده که بخشی بزرگی از نیروهای امنیتی مادورو در این حمله جان باختند. ارتش ونزوئلا پیشتر فهرست 23 نیروی کشته شده را منتشر کرده بود. این در حالی است که امریکا هفته گذشته مادورو و همسرش را به اتهام قاچاق مواد مخدر و سلاح بازداشت و به نیویورک منتقل کرد، شهری که شهردار آن به حمله نظامی به ونزوئلا مخالف است و آن را خلاف قوانین جهانی دانسته است. سپاسگزاری می‌کنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبر این ساعت از خبر. تا دیدار بعد.